ناحیا باتیفا ایک جوان دورای کوریجا هری زور زیام پیکفتیه. به صدما لشکرکشی و طوباران کردن بردوام یا ارتشا ترکیه به وی چنده جی نزیکی 20 گندان هاتینه چول کرنو. خلک وان گندان دبیجن جبر شر و آلوزیان نبا دی ای سال دا قازانجا کاباش بدسخن. هم جکرت گشتو گذاری و هم جی جکرت چاندنه. از ولایتی که گنده سوریه ما یعنی باور بگه یعنی ما شو حیاتین الگنده سوریه که گفت که نجبت توپ و آوازی بوم بانان ترکابا یعنی گشتیار پتر دائم خسته گنده مکن و گنده ما یعنی گنده که سیاحیه گنده که جل خوش یعنی هر کسی که تو بیجی گنده چون امنشن بیجی نخوشه یعنی گفت که گفت که خوشی با تنهایی با راحتی با یعنی پتر عالم دخل که داشت بغداد داشت مثل هر عدله که هر بند اینه یعنی والله راستی بجاب عالی دولت ترکیه و گنده ما هاتی بمب باران کردنش عالی رضا و گشت و گذاری و ترش و تاجی به گفت تونات خدان کردنه پترش 10 مالا هر سال دیت گشته دیت آکنجبینه بره و گاوه یعنی کس نمال گندی پاپا بیستانت خواهد بردانش عالی زراعتی و به گاوه هاتی چول کردنه ریوبر ناحیا باتیفاجی ددت دیار کردن روبره که زور جگندین سر به ناحیه و هاتین صوتن و تیدانو خلکی وانگندان نشن قصد سرمال و حالت خوب کن. مثلا ضرور زیان خلکی کته از دیار کردن ضرور زیان بدون ما کش بر ظروفت امنی و منش لجنه بنر نوری و ما مثلا منطقه نه آرامه هک ملبر بی منطقه آرام بس ما لجنه دست نشان کری و ما تشکیل کنین لجنه بو سردانا کو هر ایکی خلقی بوده که بکی هاتی ضرر لی هاتی کنی کو ودیت نیست عردی بید کنی و عامیجی که ضرر با که بین پاوانت و عرض ساخنی مثلا جه پاوان و چرا بازیوان او بیت دیار کنیم باز نوکا وگاوی بر ظروفت امنی نشین چه لجنه پنیر نبیری. بازاندنا آخا هرما کردستان و شر و آلوزین دنابرا ارتشا ترکیه و پارتا کارکرین کردستان دا. لوی داویه بوین اگرین چول کرنا چندین گندانو جناف برنا رازو باغن هاولاتیان. سرارای جدازدانا چندین جهن شینواری کو سالانه دهاته که باش جبوی خلکی وان گندان بدز و دهات. زیر وانگولی با دینان ناحیا باتیفا